آیا تا به الان از گوگل ارث استفاده کردین؟ آیا میدونید با استفاده از چند تا کلیک ساده از طریق همین کامپیوتر ساده‌ای که داخل اتاقتون هست میتونید به اقصا نقاط جهان سفر کنین و علاوه بر اون توی اون نقاطی که کسی حتی تو اون پا نذاشته میتونید طول مسیرها و یا مساحت‌هایی که دلتون میخواد رو محاسبه کنین؟ اگر این رو نمیدونید یا میخواید اطلاعاتتون رو راجع به گوگل ارث افزایش بدین، لطفاً با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. اولین تصویری که ما توی گوگل ارث باش مواجه میشیم به این صورت هستش. یک کره زمین هستش که ما میتونیم این رو بچرخونیم و هر نقطه ای از اون رو دلمون خواست مطالعه و بررسی کنیم. اما در حال حاضر من یک نقطه رو خودم در نظر دارم و میخوام اونجا رو بررسی کنم. برای همین اینجا میام و تایپش میکنم و برام میاره. نقطه‌ای که من در نظر دارم یه نقطه بسیار کوهستانی هستش که کدهای ارتفاعی خیلی زیادی داره. برای همین ما میتونیم مطالعاتمون رو به صورت راحت‌تر اونجا انجام بدیم و تغییرات توش ملموس‌تره. خب چیزی که اینجا خیلی ملموس هستش اینه که ما میتونیم حتی راه آبی که روی مسیر کوه ها به وجود اومده برای حتی مطالعات هیدرولوژیمون هم برداشت کنیم و مشاهده کنیم. اولین کاریو که ما باید توی این محیط انجام بدیم ساختن یک فولدر هستش. create new folder میزنیم و در اینجا میایم و اطلاعاتش رو وارد میکنیم. به عنوان مثال من فولدر اولیه هم هستش و توضیحات خاصی رو هم نمیخوام درش اعمال بکنم. بیشترین کاری که تو محیط گوگل ارث انجام میشه استفاده کردن از نقاط خاص با استفاده از add place mark هستش که ما میایم و به عنوان مثال در اینجا انجامش میدیم. بعد میاد و به ما میگه که اسم این نقطه رو چی میخوای بذاری. به عنوان مثال ما اسم کانال رو میذاریم. مشخصات آیکونی که میخوایم رو ما میتونیم کوچیک و بزرگیش رو مشخص کنیم، رنگش رو تغییر بدیم و اندازه لیبلی که در نظر داریم که به اسم راه انداز هستش و به اسم کانال هستش رو اینجا میتونیم تغییر بدیم. این رو اومدیم قرار دادیم و در اینجا ما میتونیم مشاهدهش کنیم. اما چیزی که برای ما خیلی مهم هستش اینجا لوکیشن و الیویشن یا همون رقم ارتفاعی اون نقطه رو برای ما مشخص میکنه. یکی از مهمترین کاربردهای گوگل ارث همین هستش که شما با مشخص کردن و حتی تغییر محل مکانی موس روی صفحتون میتونید در این نقطه مختصات مختلف و کدهای ارتفاعی اون رو تغییر بدید. و از کاربردهای دیگه‌ای که توی محیط گوگل ارث ما میتونیم باش مواجه بشیم استفاده کردن از این آیکون یا آیکون add pass or polygon هستش. به این صورت که ما روی هر نقطه‌ای که دلمون بخواد کلیک میکنیم توی اینجا طول اون خط، کد ارتفاعیش، شیب اون خط رو برای ما مشخص میکنه. علاوه بر اینجا مختصات ارتفاعیش رو با تغییر نقاط مشخص میکنه. حالا من اگر خواستم به عنوان مثال یک مطالعه هیدرولوژی رو بیام انجام بدم، به جای اینکه از پس استفاده بکنم اینها رو به هم دیگه متصل میکنم و به صورت پلیگون درش میارم و اینجا در آیکون اول به ما محیط اون پلیگون رو میده، سکشن دوم مساحت رو میده، در ادامه مشخصات ارتفاعیش رو میده. علاوه بر این که اینجا ما مشخصات ارتفاعی حداقل کد ارتفاعی متوسط و حد اکثر کد ارتفاعی رو میتونیم مشاهده کنیم، با تغییر محل موسمون روی اسکرین گوگل ارث میتونیم اینجا کدهای ارتفاعی متفاوتی رو مشاهده کنیم. اگر من بیام و این دکمه ضرب در رو این بالا بزنم این پلیگون ما پاک خواهد شد. بنابراین باید save to project بزنیم و این به این صورت اینجا میاد. دوباره میاد و میگه که اگر میخوای اسمش رو تغییر بده که ما باز هم دوباره اسم کانال رو توش میذاریم، رنگ خطوط، و اگر میخوایم محل ما به صورت توپر نشون داده بشه اپاسیتیش رو افزایش میدیم تا 75 یا حالا 100 هم میشه. خب حالا اینجا ما یک پلیگون داریم و یک نقطه. اینجا ما اگر بخوایم بریم و یک کار دیگه ای رو انجام بدیم توی یک محل دیگه و بعد این مقاطع رو
گم بکنیم، با چند تا کلیک ساده روی این میتونیم بیایم و مشخصاتمون رو بررسی کنیم. حالا بعد از تمام این مراحل مقدماتی که خدمتتون عرض شد، نوبت به گرفتن اکسپورت و سیو از پروژه های گوگل ارثمون میشه که در ادامه ویدیو براتون توضیح میدم. حالا باید این رو بتونیم در محیط بقیه نرم افزارها استفاده بکنیم تا توی محیط‌های طراحی مثل اتوکد، سیویل 3D و یا سایر نرم افزارها بیایم و طراحی هامون رو انجام بدیم و تیم نقشه برداری ما وارد عمل بشه تا اون طراحی ها رو فراخوانی کنه. در نتیجه ما باید بیایم و از این نقاط و اون محل هایی رو که بررسی کردیم خروجی های مورد نیازمون رو بگیریم. خروجی که محیط گوگل ارث به ما میده خروجی KML هست. به این صورت هستش که این 3 نقطه بالا رو شما میزنید، اکسپورت از KML فایل، این رو میزنید و به سرعت براتون دانلود میکنه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطف کنید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.